گوستاو آدولف دوم، یکی از معروفترین پادشاهان سوئد. در تاریخ سوئد از این مرد به عنوان مرد بزرگ یاد میشه، اما یک سوتی ناجور هم داره. در سال 1626 گوستاو به یکی از کشتی سازهای سوئد دستور داد که بهترین کشتی جنگی دنیا رو برای من بسازید. اونها هم گفتن چشم قربان، میسازیم. هر دقیقه گوستاو با اینا تماس میگرفت، میگفت چی شد؟ اونها هم میگفتن قربان داریم میسازیم. میگفت سریعتر بسازیم، کار دارن. این فشارها باعث شد که اونها در زیر 2 سال مثلا بهترین کشتی جنگی دنیا رو بسازن. این پروژه هولهولکی باعث شد که بیشتر از 5% تولید ناخالص داخلی سوئد خرج این کشتی بشه. یعنی اینکه خیلی گرون در اومد. یک کشتی جنگی زیبا اما ناکارآمد، به طوری که همه، حتی خود پادشاه، جمع شدن که اولین سفر افتتاحیه‌اش رو انجام بده. یه خورده که تو آب حرکت کرد، جلوی چشم همه و خود پادشاه با یک باد کوچیک چپه شد و خیلی سریع غرق شد، قلقل رفت پایین و یک جشن تبدیل شد به یک عزاداری. باید بدونید که این کشتی اسمش واسا بود و 400 سال کف آب خوابید و در سال 1961 دولت سوئد تصمیم گرفت اینو از آب بیاره بیرون و بازسازیش کنه. همین کارو میکنن. بعد از اینکه بازسازی شد، یک موزه مخصوص این کشتی میسازن. اسمش هم میذارن موزه واسا. الانم تو استکهلم تو همین موزه است. هر کی میخواد میتونه بره ببینه.